الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سوم از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین است که ابو حاتم الرازی ابو زرعة الرازی رحمهم الله از علمای سلف نوشتند، یعنی بیان کردند. ان شاء الله سبحانه و تعالی موضوع امروزه ما هم دوام موضوع دیروزه هست که این در باب عذاب قبر است و امروز صحبت میکنیم بزرگ بودن منزلت قبر رو. یعنی ما دیروز بیان کردیم که انسان وقتی که وفات میکند روح او را یک ملائکه میگیرد و به دو ملائکه دیگر میدهد، اونها به آسمان میبرند و باقی مانده دیگر ملائکه ها، و انسان بعد از مرگش یا مؤمن است یا کافر، یا مؤمن است یا کافر، هیچگاه در بین انسان وجود ندارد، یا مسلمان یا کافر. اما مسلمانی هست که گناهگار است، عذاب قبر برای او هست. مسلمانی هست که توبه کرده و موحد حقیقی وفات کرده که برای او عذاب قبر نیست. اما کافر، منافق، مرتد و مشرکین عذاب قبر هم هست، عذاب روز قیامت هم هست و بالاخره باز ابدالابد به جهنم وارد می شوند. بارک الله فیکم. اما حالا درباره او سوال و جواب منکر و نکیر و بزرگی درون قبر و یعنی بزرگ شماریدن قبر و غیره صحبت میکنیم. بله، بارک الله فیکم، قبر یک مکانی هست که انسان وقتی که به قبر رفت یا وقتی که انسان جسمش از روح جدا شد، روح از جسم بیرون شد، یعنی وفات کرد، به قبر انداخته شد، میفهمد که عاقبت او کجا هست. یعنی آدم جهنمی بودنش و جنتی بودنش رو در قبر یک بار میفهمد. غضب الله را در بالایش میفهمد که چقدر الله غضب دارد. از همین جهت سلف این امت به نهایت از قبر میترسیدند و قبر را یعنی بعد از وفات کردن را به نهایت خصوصا عذاب قبر و خود قبر را بزرگ میشمردند، زیرا که قبر اولین قدم است که شما آینده خود را میفهمید. سبحان الله، که مسیر شما جنت است یا جهنم. راوی روایت میکرد هانی مولى عثمان بن عفان که قال كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. حضرت عثمان بن عفان وقتی که به سر قبر میرفتند، قبرستان میرفتند و میایستادند، گریه میکردند تا اینکه ریشهایشان پر از آب دیدهشان میشد. و به عثمان بن عفان گفته شد که تذکر الجنه و النار، آیا با یاد جنت و آتش و جهنم رفتی؟ یعنی یاد کردی جنت رو و از جهنم ترسیده گریه میکنی؟ حضرت عثمان بن عفان گفتند که من گریه میکنم از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان القبر اول منزل من منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه. من برای این گریه میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که همانا که قبر اولین منزله هست، اولین منزل انسان است از منزل آخرت. یعنی انسان به سوی آخرت رفت، اولین منزلی که به سوی آخرت میروید همین قبر است. اولین منزل شما از روز آخرت قبر است. هر کسی که در قبر نجات یابد، از عذاب قبر نجات یابد، پس بعد از این آمده روزها حتما نجات می‌یابد. کسی که از عذاب قبر نجات یافت، از عذاب راست ایستادن روز قیامت، شرمندگی روز قیامت، از حساب کتاب، از حوض کوثر و از پل صراط و از همه این چیزها چی می‌شود؟ نجات می‌یابد و از حوض کوثر شرفمند می‌شود و از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله برخوردار می‌شود. و من لم ینجو منه، هر کسی که از عذاب قبر نجات نیابد، پس گفتند فما بعده اشد منه، بعد از قبر دیگه واقعه هایی که می آید به انسانی که در
قبر نجات نیافته عذاب کشید، باز عذابش سخت‌تر است و سخت‌تر است. یعنی کسی که وفات کرد و عذاب قبر برای بالای او آمد، عذاب روز قیامت برای این سخت‌تر می آید. پل صراط برایش باز سخت‌تر است. سوال و جواب باز سخت‌تر است. اعوذ بالله من عذاب القبر. از همین جهت ما باید پناه بریم از عذاب قبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه. من یگان منظری را ندیدم که قبر از همه این منظرها بدتر است. یعنی بدترین چیزی که من میبینم میگن این قبر است، عذاب قبر است. امام ترمذی و ابن ماجه روایت میکنند، البته که حدیث صحیح است. پس از این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله چی میگیریم؟ هر کسی که از عذاب قبر نجات یافت و در امان ماند، بعد از قبر باقی مانده مسائل در امان است. هر کسی که از عذاب قبر نجات نیافت، بعد از قبر باقی مانده روز قیامت مسائلی که می آید نجات نمییابد، برعکس سخت‌تر است و وزمین‌تر است. چخیلی که در سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه از الله پناهندگی طلب میکردند یا به الله پناه میبردند از فتنه قبر. سبحان الله، پناه میبردند، خودشان میگفتند که اللهم انی اعوذ بک من فتنه القبر. ای الله من پناه میبرم به تو از فتنه قبر. و به صحابگان تعلیم میدادند پیش از سلام دادن در هر یک نمازشون، پیش از سلام دادن چیکار میکردند؟ اول پناه میبردند از فتنه یا که عذاب قبر. سبحان الله، چخیلی که امام بخاری و مسلم روایت میکند از حدیث مادرمون عایشه رضی الله عنها که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از سلام دادن میگفتند که اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، و در بعضی روایت‌ها فتنه القبر آمده است. و وقتی که نماز جنازه را به صحابه میخواندند، اگر یک صحابه وفات کنند پیامبر نماز جنازه خوانند، امام شوند در نماز جنازه، پیامبر صلی الله علیه و سلم تنبی پناه میبردند همین صحابه را میگفتند که نجات بده این کسی مرده را از فتنه قبر. ای الله، از فتنه قبر یعنی از عذاب قبر. خیلی که حدیث عوف بن مالک الاشجعی در کتاب صحیح مسلم با رقم 963 ذکر شده است. سبحان الله. پس بعد از این که انسان روحش از جسمش بیرون می شود، یعنی وفات میکند، روح بیرون می شود، این روح را دو ملائکه از دست ملک الموت میگیرند و به بالا میبرند و در بالا به او خبر داده می شود که این انسان یا جنتی است یا دوزخی، و بعد از این گشته به جسمش داخل میکنند. همین روح را باز بعد از به قبر در آوردن به جسمش میدرورند و بعد از این به او سوال میکنند. سوال را کی میکند؟ سوال را دو ملک میکند، منکر و نکیر. به نزدش فتان القبر میگن. فتان یعنی فتنه کننده های قبر میآیند. سبحان الله، هم بدن و هم جسم هم روح، یعنی بعد از به قبر در آوردن در قبر بارک الله فیکم هم جسم و هم روح پرسیده می شود. بارک الله فیکم. از همین جهت مسئله واضح است، چخیلی که در صحیحین امام بخاری و مسلم شیخین روایت میکنند از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات احدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية اما النار و اما الجنه فيقال هذا مقعدك حتى تبعث الیه. یکی از شما، پیامبر گفتند اگر یکی از شما وفات بکنید، بعد از به قبر گذاشتن هر پگاهی روزی و بیگاهی روزی به شما به همون مرده، یعنی هر کسی که مرد به همون مرده، هر پگاهی هر بیگاهی جای آخرتش نشان داده می شود، یا جنت یا دوزخ. انا این پگاهی روزی، این بیگاهی روزی جای تو جنت است، انا به این جا می روی. اگر جهنم باشه جای تو جهنم است، به همین جا می روی. حدیث است. البته الله کسی رو خواهد روحش رو در جسمش در بدنش زیاد نگه می دارد. کسی رو خواهد روحش و جسمش رو زیاد عذاب می دهد، کسی رو خواهد روحش رو عذاب می دهد و همچنین این البته که ثابت است. بارک الله فیکم. اما سوال اینجاست که بزرگترین چیزی که بزرگترین حادثه‌ای که برای مرده در قبرش به وقوع می پیوندد، این حادثه به وجود می آید، کدام حادثه است؟ اولینش فتنه قبر است. فتنه قبری که همه پناه می بریم از این فتنه قبر.
مراد از فتنه قبر چی است؟ مقصد از فتنه قبر، مراد و مقصد این است که سوال کردن دو ملائکه از مرده. سوال کردن دو ملائکه از مرده. ملائکه بعد از این که مرده را به قبر میگذارند، دو ملائکه می آید به نزد مرده. مرده روحش به جسمش گردانیده می شود و از این 3 سوال را می کنند و همین 3 سوال چی است؟ اصول دین است. کسی که نمیداند این مسلمان نیست. اصل دین، ریشه دین، پیداوار دین ندارد. سوال یکم: من ربک؟ رب تو کی است؟ ای انسان، تو در دنیا 40 سال زندگی کردی، 100 سال زندگی کردی، 60 سال و 70 سال زندگی کردی. در همین دنیا رب تو کی بود؟ رب تو یعنی معبودی که عبادت میکردی، خالقی که اطاعتش میکردی، به حکمش حکم میکردی، مراجعت به محکمهاش میکردی، دوستش میداشتی و دوست داشته های او را دوست میداشتی و به او شریک قرار نبودی و او یکتا و یکتا میداشتی. این کی بود؟ رب تو کی بود؟ ربت الله بود یا که نفست بود یا که یگان رئیست بود یا که دنیایت بود یا زن و پدر و مادرت بود؟ کی بود؟ سوال یکم باید جواب بدهید. کسی که در این دنیا یگانه الله را عبادت کرده، اللهش، ربش، اله و معبودش یگانه الله باشد، البته که او میگه که رب من الله بود و از امتحان میگذرد. اما کسی که در این دنیا الله را عبادت نکرده نمیتواند جواب داده. منافق نمیتواند. و حدیثی برای ابن عازب را ما به شما بیان میکنیم چگونه حالتها در درون قرار شد. سوال دوم این است که من نبیک؟ نبی تو، پیامبری تو کی بود؟ در این دنیا نبی من محمد بود گفتم بس نیست. یعنی تو کی را اطاعت میکردی؟ سنتای کی را عمل میکردی؟ براه و رویش و منهج کی تو زندگی میکردی؟ و تو کی را دوست میداشتی؟ انا این محمد صلی الله علیه و سلم است. کسی که در این دنیا اطاعت پیامبر را نکرده، سنتش را نفهمیده، منهجش را نفهمیده، دینش را نفهمیده، حکمش را حکم نکرده و به محکمش مراجعت نکرده، این نمیتواند که جواب بدهد. سوال سومش دین تو چیست؟ یعنی در دنیا دین تو چی بود؟ دین تو اسلام بود یا که دین تو دموکراسی بود یا دین تو قبر پرستی بود؟ کدام دین بود؟ دین المشرکین بود یا که دین مسلمین بود؟ کسی که دین اسلام رو نمیداند، الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرك و اهلی، تسلیم شدن به الله در توحیدش، توحید به تسلیم شدن نمیداند، توحیدهای نمیداند و براءت از کفار مشرکین نکرده و عمل نکرده و دین اسلام به نیست و نمیتواند که بگوید که من در دین اسلام بودم. پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم میدادند به امتشون، به صحابگان خبر میدادند که در درون قبر سوال میشود، عمل کنید، بیاموزید و موحد باشید و در منبرها در روزهای جمعه و عید نصیحت میکردند و این امر واضح است. بزرگترین فتنه قبر انا همین فتنه سوال و جواب است و این حدیث را برای ابن عاذب روایت میکنند. در سنن و مسند روایت شده است که وقتی که میگویند یک مسلمان وفات کرد به قبر گذاشته شد، سوال داده می شود آیا این سوال هم برای مسلمان و هم برای کافر است؟ البته بعضی از علما اختلاف را ذکر کردند. قول راجح همین است که والله اعلم این سوال برای هم مسلمان است، اما برای کافر وقتی که درآمد به مجرد درآمدنش این چی است؟ این جهنمی است. اما بعضی از علما میگن که به خاطر زیاد کردن عذاب کافر از کافر هم سوال کرده می شود. والله اعلم. پس کسی که خود را مسلمان میگوید او را سوال میکنند و کسی که خود را مسلمان نمیگوید هم سوال میشد. برای ابن عازب میگن که مسلمانی که در این دنیا موحد زندگی کرده است، تحقیق توحید را کرده است، به سوال به زودی جواب میدهد، میگد که ربی الله، الله ربی من است، من او را عبادت میکردم، به حکمش حکم میکردم، اطاعتش میکردم و برای تحقیق توحید زندگی کردم. نبی من محمد است، عبدالله، رسول الله، که تصدیقش کردم، ایمان آوردم و به منهج و راه رویش نشان دادهش قدم نهادم و به سنتهاش عمل کردم. دین من اسلام است که تسلیم شدم، توحید را تسلیم شدم و براءت از کفار و مشرکین کردم و مشرکین را تکفیر کردم. این است که
مسلمان زود جواب میدهد. اما کسی که در این دنیا خود را مسلمان نشان میداد منافق بود. منافق پیامبر میگن که جواب داده نمیتواند، بلکه میگه که ها ها گفته یک صدا میبرد و میگه که رب من همون رب مسلمان ها است، دین من دین مسلمان ها است و نبی من پیامبر مسلمان است. گفته نمیتواند که پیامبر من محمد است، دین من اسلام است، رب من الله است. گفته نمیتواند، زیرا که کنترل زبان در دست خودش نیست و اون روز هیچ کسی را فریب داده نمیتواند و همه چیزی که در درون دلش هست همون میبرارد. چگونه در دنیا زندگی کردی همان گونه در اولین روز آخرت در درون قبر جواب میدهی. در این دنیا موحد بودی، جوابت هم توحیدی است، از امتحان میگذری. در این دنیا منافق بودی، جوابت هم منافقانه است. در این دنیا مشرک و کافر بودی، جوابت هم کافرانه و مشرکانه است. بارک الله فیکم. و دومین مسئله فتنه قبر این عذاب قبر است. یکمین فتنه قبر این سوال و جواب است. کسی که از سوال و جواب گذشت تمام است، الحمدلله، عاقبتش همش دیگه نجات است. کسی که نگذشت عاقبتش همش بد است. اما دومین مسئله یا که بزرگترین عاقبت مسائل قبر، این موضوع قبر، این عذاب قبر است که عذاب قبر ثابت است به قرآن و سنت. بله معتزله ها قسما قبول ندارن عذاب قبر رو، والله اعلم در اصل حزب تحریری اینها هم عذاب قبر رو میگن به حدیث آحاد ثابت شده، ما قبول نداریم این و آن. اما عذاب قبر هم به قرآن و سنت و به حدیث صحیح ثابت است. سوره غافر آیه 46 رو نظر بکنید. الله سبحانه و تعالی عذاب قبر رو اثبات میکند. در حق فرعون میگوید که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النار، آتش، یعرضون علیها، پیشنهاد کرده میشه، نشان داده میشود به آل و اهل فرعون غدوا و عشیه، پگاهی و بگاهی. هر کافری که هست مثل فرعون است. هر کافری که هست در عذاب قبر مثل فرعون است. هر پگاهی و بگاهی یک بار سوزانیده می شود و این چنین نشان داده می شود دوزخ برای او که انمین جای تو است، انمین دوزخ جای تو است. این عذاب قبر است. انمین قسمی آیت عذاب قبر. النار یعرضون علی غدوا و عشیه به قیامت تعلق ندارد، به عذاب قبر تعلق دارد. برای چی؟ برای اینکه قسم دوم آیت درباره قیامت گام میزند. میگه که آتش به اونها نشان داده و به آتش اونها عذاب داده میشوند، هر پگاهی بگاهی. و یوم تقوم الساعه، و در روز قیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون رو، همون اهل فرعون رو که با همراهی فرعون کافر مشرک بودند، به سخت‌ترین عذاب داخل کنید در روز قیامت. پس این دلالت میکرد که تا روز قیامت در عذاب قبر عذاب میکشند و در روز قیامت به سخت‌ترین عذاب جهنم داخل کرده میشند. در عذابشان در روز در درون قبر عرضاً، یعنی عذاب به اونها نشان داده میشد و در آخرت به درون عذاب اینها رو انداخته میشد، به روحی و البدنی، هم به جسمشون هم به بدنشون. بارک الله فیکم. پس این آیت آشکار و واضح دلالت میکند که عذاب قبر وجود دارد به نص آیت قرآن. در سوره تور، سوره الطور آیت 47 آمده است که الله میگه و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك، همانو که آنهایی که ظلم میکنند بر آنها عذاب است. ابن عباس میگویند و برا ابن عازب میگن که از صحابگان روایت آمده است که میگن که انه عذاب القبر، این عذاب قبر است. از ابن عباس نظر کرد به تفسیر ابن جریر الطبری مجله 21 صفحه 60 ابن عباس سخنشون ابن جریر الطبری ذکر میکنند و فوت کننده 310 هجری. از علی بن ابی طالب روایت صحیح است که میگن که کنا نشک فی عذاب القبر حتی نزلت هذه الآیه الهاکم التکاثر. ببینید امام ترمذی روایت میکنند در سننشون، ابن جریر طبری در تفسیرشون، ابن ابی طالب روایت میکنند که علی بن ابی طالب میگن که ما در عذاب قبر در اول یعنی شک داشتیم تا اینکه آیت قرآن نازل شد که الهاکم التکاثر. حکم التکاثر این آیت در عذاب قبر، اثبات عذاب قبر بگویا میگند نازل شد و این در مکه نازل شده است. الهاکم التکاثر. بارک الله فیکم.
ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. این آیات هم مجاهد میگن که عذاب قبر است. ما به اونها عذاب پست رو میچشونیم بغیر عذاب بزرگ است. یعنی عذاب بزرگ روز قیامت است، عذاب مایده تر در عذاب قبر است. و در سوره توبه آیه 101 الله میگه سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. ما اینها رو دو بار عذاب میدیم و بعد از این به عذاب بزرگ با گرفتارشون میکنیم. در تفسیرش حسن بصری، مجاهد و قتاده و ابن جریج میگن که این آیت دلالت به عذاب قبر میکند. نظر بکنید به تفسیر ابن جریر الطبری مجله 11 صفحه 646 و 647. پس این آیات ها آشکار و واضح دلالت میکنند که عذاب قبر وجود دارد. اما از سنت علما میگویند دلیل ها از سنت متواتر است. متواتر چیست؟ عددی زیاد از صحابگان روایت کردند، زیاده از 40 نفر، زیاده از 70 نفر، بعضیشون کمتر زیادتر میگن که روایتشون از رسول الله اثبات میکند عذاب قبر را، که عذاب قبر وجود دارد. و عذاب قبر در صحیحین شیخین روایت کردند. کتاب صحیحین یعنی بخاری و مسلم، شیخین دو شیخ یعنی امام بخاری و امام مسلم و غیرشون در سنن و مسند روایت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که زمانی که از نزد قبر گذشته میسودن میگن که انهما لا يعذبان و ما يعذبان من کبیر فی کبیر. این دو صاحب قبری که من از نزد گذشته ایستادم عذاب داده میشوند در درون قبرشون، اما عذابشون به یک چیزی بزرگ نه، یعنی شرک اکبر، کفر اکبر بنه. اینا مسلمان و موحد بودن، اینا صحابه های وفات کرده بودن، در درون قبر عذاب میکشند. حدیث بیان میکند که یکیشون نمیمه خبرکشی میکردند، خبری گپی نگرون اونش به اون نگرون این به، و یکیشون از پیشاب خودشون رو نگاه نمیداشتند. بعضی از دعوتگرا اهل بدعت میگن که این صحابه پیشاب شتر رو از خودش پاک نمیکرد، پیشاب شتر به او میرسید. ما میگیم که پیشاب شتر نجاست نیست، پیشاب شتر رو نوشیده میشود، آشامیده میشود. پیشاب شتر این شفا است ان شاء الله سبحانه و تعالی باذن الله. پیشاب شتر نه، پیشاب شتر به جسم شما رسد هم نماز خونده میشد. از پیشاب خودش انسان باید از پیشاب خودش و از پیشاب نجاست باید خودش نجات بدهد. این حدیث صحیح است، امام بخاری و مسلم روایت میکنند. امام بخاری با رقم 216، امام مسلم با رقم 292 از حدیث عبدالله ابن عباس روایت میکنند. و این چنین حدیث دیگر امام بخاری و مسلم روایت میکنند در صحیح اومده است که از حدیث عبدالله ابن عمر اومده است مرفوعا ان المیت لا يعذب في قبره بما نیح علیه. میگند همانو که مرده در قبرش عذاب داده میشود اگر اهل مرده در حق مرده سخت گریه و ناله کنند. یعنی انسان هایی که بعد از مرده، اهل مرده، خانواده مرده گریه و ناله کنند و صدا را بلند کنند، به سبب گریه و ناله را سخت کردند و صدا بلند کردنشون مرده اشون، همون مرده در قبر، از اهلشون عذاب داده میشد. چقدر که شما سخت گریه کنید، سخت نوحه زنید، ندا برارید، همون قدر در قبر عذاب میکشد. حدیث متفق علیه است و حدیث های زیاد است که اثبات میکند عذاب قبر رو. در مسئله گناه کردگی عذاب میکشد. به مانند کسی حدیث اومده است کسی که از پیشابش خودش رو نجات ندهد، کسی که خبرکشی کند، کسی که زنا کند، کسی که ریباخوری کند، همه اینا به حدیث اومده است. بارک الله فیکم. حدیث ابن عباس، حدیث سمره ابن جندب و غیره روایت شده است. و این چنین در صحیح مسلم اومده است که حدیث زید ابن ثابت است. رسول الله صلی الله علیه و آله میگن ان هذه الامه تبلا في قبورها فلولا الا تتدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبلوا علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. حدیث البته که حدیثی صحیح است، امام مسلم روایت میکنه با رقم 2867. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که همانو که این امت، یعنی امت محمد صلی الله علیه و سلم، در قبرهایشون ابتلا کرده میشوند، سنجیده میشوند، به عذاب قبر گرفتار میشوند. همین سوال و جواب هم عذاب سخت است، امتحان است. اگر همین چیز پنهان نمی بود میگند من، یعنی اگر همین چیز مقصد برای شما وزمینی نمی کرد، من الله دعا می کردم که عذاب قبر را، صدایش را به شما گوش بکناند، به گوش شما رساند.
چخیلی که من عذاب قبر رو میشنوم. این دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم عذاب قبر رو صدایش رو میشنیدند. ثابت اینه که نه همه وقت، در بسیار اولاد میشنیدند. و از همین جهت پیامبر گفتند که ای امت من پناه برید به الله از عذاب قبر. این امر است. امر پیامبر اصل دلالت به وجوب میکرد. ما باید پناه بریم. آیا شما از عذاب قبر به الله پناه میبرید؟ پناه ببرید. هر روز از الله بپرسید که ای الله مرا از عذاب قبر نجات بده، من به تو پناه میبرم از عذاب قبر. امین السنت. بارک الله فیکم. پس عذاب قبر برای کافرهایی که در درون قبر هستند تا روز قیامت وجود دارد. چه که سوره غافر آیه 46 اهل فرعون و اهل اولیشه گفتیم یا خودشه. اما آدم هایی که موحد هستند و گناه کرده اند، عذاب قبر برای اونها 100% تا روز قیامت 100% نه، بلکه عذاب یک مدت میاد یک مدت نمیاد و همچنین است. چه که علما ذکر کردند. و این چنین عملهای صالحی که انسان میکند، عذاب قبرش به سبب همین عملها چی میشود؟ کم میشود. یک آدم صدقه جاریه کرده است، شاگرد برآورده، دعوت کرده، امت اسلام را نصرت داده است، بعد از مرگش عذاب قبرش رو چی میکند؟ سبک میکند. فرزندهای موحدی که یک پدر و یک مادر تربیت کرده اند، بعد از مرگشان به سبب فرزندشان عذاب قبرشان نابود میشود و کم میشود. دعایی که فرزند به حق پدر و مادر موحد و مسلمانش میکند، عذاب قبر رو کم میکند. اما اگر پدر و مادر مسلمان باشد، اصل اول توحید است. اگر پدر و مادر موحد وفات کرده باشد، فرزندها موحد باشند. اگر پدر و مادر مشرک وفات کرده باشد، 1000 سال دعا کنید، در درون خانه کعبه دعا کنید، 100 شتر از نامشون کشید، فایده ندارد. برای آنکه کسی که مشرک مرد، الله او را نمیبخشد، عملهای او هبط است. اما اگر انسان موحد وفات کند، در حق او دعا کسی کند، هر باره که کسی به قبر می رود به زیارت قبر السلام علیکم یا اهل القبور لیغفر الله لنا و لکم بگوید، همه این سبب کمشوی دعای شما سبب کمشوی عذاب قبر میشد. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که به قبر می درآیید به اهل قبر سلام بدید، به اونها رسانیده می شود و بعد از این دعا کنید که اهل قبر الله ما و شما را ببخشد. شما پیش از ما رفتید، ما هم بعد از شما می رویم. لیغفر الله لنا و لکم. و همین دعا هم سبب بخشیده شدن موحدین و مسلمین از کسایی که در درون قبرستان می شود. بارک الله فیکم. پس انا این مسائل است که ما باید خوب دقت بدیم. اما در مسئله بارک الله فیکم آغوش گرفتن قبر، ما یک عقیده داریم که هر کسی که به قبر گذاشته می شود، قبر او را یک مراتبه به آغوش می گیرد. آیا همین مسئله در حدیث آمده است یا نیست؟ بله، حدیث عبدالله ابن عمر در نزد امام نسائی آمده است. حدیث عایشه امام احمد ابن حنبل در مسندشان روایت میکنند. حدیث ابن عباس است و حدیث در نزد طبرانی و همه این حدیث ها وجود دارد. همه این حدیث ها بیان کننده یعنی با آغوش گرفتن قبر کی را؟ سعد ابن معاذ را دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند لو نجا منها احد لنجا منها سعد. اگر یگون نفر از همون آغوشگیری قبر تنگ شدنش نجات میافت، سعد ابن معاذ نجات میافت. اما سوال اولا کمی این مسئله رو بیان میکنیم. در طبرانی آمده است از حدیث ابی ایوب که از عبدالله ابن احمد ابن حنبل در سنن روایت شده است، از حدیث انس که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن لو افلت احد من ضمه القبر لنجا هذا الصبي. اگر کسی از همون ضمه القبر یعنی آغوشگیری قبر تنگ شدنش نجات بیدد، همین جوان نجات میافت. و در نزد حاکم در مستدرکش از حدیث انس آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن لما توفیت ابنته زینب و دفنها قال انها امرأة مسقامة فذكرت شدة الموت وضم القبر فدعوت الله أن يخفف عنها.
وقتی که دخترشون زینب وفات میکنند، زینب بعد از دفن شدن پیامبر صلی الله علیه و میگن که یعنی دعا میکنند در حق دخترشون که الله سبکگیری کند در مسئله عذاب قبر و در مسئله آغوش گرفتن قبر. پس این چیز وجود دارد. البته روایت مرسل و صحیح از ابی ملیکه روایت است که حناد در کتاب زهد روایت میکرد و مرسل صحیح از محمد ابن شریحبیل که اسحاق ابن راهوی روایت میکند. بسیار روایت ها هست. حتی علما بارک الله فیکم آیت را حجت میارن. سوره طه آیت 124 را که الله میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، هر کسی که از ذکر من روی گرداند برای او معیشه حیاتی تنگ میآید. همین را علما میگن که یعنی دلالت به ضمه قبر یعنی آغوشگیری تنگ شدن قبر میکند و از حدیث ابی سعید الخدری روایت میبرن که البته این روایت البته که صحیح نیست. روایت صحیح نیست. در تفسیر ابن ابی حاتم، در تفسیر ابن کثیر، در مستدرک اومده حدیث صحیح نیست. والله اعلم. پس بارك الله فيكم. پس حکمت از آغوش گرفتن قبر صاحبش رو چیست؟ چرا آغوش میگیرد؟ بدانید که یعنی قبر آغوش میگیرد یعنی جفس میشود، تنگ میشود. اولا ما باید بدانیم که این عذاب به اهل توحید نیست. تنگ شدن قبر به عباره تاجیکی ما یا که آغوش گرفتن قبر یک انسان موحد، یک مؤمن صالح را معناش عذاب نیست. به مانند سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ یکی از صحابه بودند که بعد از جنگ خندق به همون اصابت وفات کردند. اونی که وقتی که وفات کردند عرش الله لرزید میگویند. اهتز لموته عرش الرحمن، عرش الله لرزید به مرگ این انسان، برای اینکه بیناد انسان مؤمن موحد بود. اما ملائکه ها بر روح این آدم سعد بن معاذ بیناد خوشحال و خرسند شدن. روح این آدم که روح پاک بود، روح این صحابه رضی الله عنه. الله عذاب نمیدهد کسی رو که مستحق عذاب نیست. بارک الله فیکم. از همین جهت میگویند انسان مؤمن وقتی که به قبر گذاشته می شود موحد، آغوش قبر برای او عذاب نیست. اما برای کافر، برای منافق و مرتدین آغوش قبر عذاب سخت است. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی که ما باید از این با خبر باشیم. صحابگان، تابعین، تبع تابعین، قرون مفضله، یگان نفر اینها در اثبات کردن عذاب قبر، فتنه قبر اختلاف کردگی نیستند. چرا که محمد ابن مقاتل الرازی میگه که عذاب القبر لا شک فیه، عذاب قبر هیچ شک بر این نیست. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله میگه که عذاب القبر کائن لا محاله، عذاب قبر وجود دارد. بارک الله فیکم. انا این است مسئله عذاب قبر. والله اعلم. با همین این مسئله رو به پایان میرسونیم و البته که این کار کننده های عذاب قبر رو مختصرا به شما بیان کردیم و در حلقه آینده به شما در مسئله المنکر و النکیر، منکر و نکیری که ملکین هستند صحبت میکنیم، زیرا که الرازیان در دوام گفتند و منکر و نکیر و حق گفتند. ما منکر و نکیر به سخن میکنیم. با همین القرار به پایان میرسونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در دوام کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی میگن که قال الرازیان و منکر و نکیر حق. منکر و نکیر حق است. منکر و نکیر این نام دو ملائکه هست که شما را در درون قبر سوال میکنند.
البته که الله سبحانه و تعالی برای مرده بعد از مرگش در قبر فتنه را آماده کرده است و این سوال کردن همین دو ملائکه است. سوال از چی میکنند؟ از رب، از دین، از نبی. و در این مسئله سوال شدن در قبر آیت قرآن آمده است، اشاره در آیت قرآن آمده است. سوره ابراهیم آیت 27 را نظر کنید. الله میگه یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. الله ثابت قدم نگه می‌دارد آنهایی را که ایمان آوردند و موحد هستند با قول، هم در حیات دنیا و هم در روز آخرت، و الله ظالمان را گمراه میکند. بالقول الثابت. علما میگویند که این آیت دلالت میکند که هر کسی که مؤمن و موحد باشد در روزی که در قبر این دو ملائکه سوالش میکنند من ربک، ما دینک، من نبیک، میگند الله اونا ثابت قدم، ثابت نگه میدارد که به جواب یگان کمبودی نکرده جواب میدهد، به سوال کمبودی نکرده جواب میدهد. البته حدیث مرفوع آمدگی است، حدیث در صحیحین است، امام بخاری و مسلم روایت میکنند و غیرشون. غیر از امام بخاری و مسلم هم در کتاب‌های سنن و مسند آمده است، از عبدالله ابن عباس، از ابو هریره و سید ابن المسیب، او بله مسیب ابن رافع، قتاده، طاووس، مجاهد، همه اینها حدیث ها هم روایت میکنند و باز میگن که همین آیت سوره ابراهیم آیت 27 دلالت به فتنه قبر و عذاب قبر میکند. همین انسان هایی که گفتیم نظر کنید به کتاب تفسیر ابن جریر مجله 13 در زیر همین آیت. بارک الله فیکم. پس منکر و نکیر ثابت است. اسم این دو ملائکه چی است؟ منکر و نکیر. عددشون 2 نفر است. چخیلی که در صحیحین امام بخاری و مسلم روایت میکنند از حدیث انس بن مالک قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إذا إنه لا يسمع قرع نعالهم. زمانی که بنده مرده را به قبرش میگذارند و همون به قبر گورانیده ها آدم ها گشته از نزد قبر رفته می ایستند که حتی اینقدر دور از قبر نمی شوند، صدای پایافزال انسان های گورانیده که گورانیده رفته ایستادند مرده می شنود. انه لا يسمع قرع نعالهم. آواز پایافزال انسان های بیرون از قبر بوده را در قبر بوده می فهمد. در همین حالت اتاه ملکان فاقعداه. 2 ملائکه می آیند این مرده را به جایش، مرده را عادتا میدونید که ما خوابانده میگذاریم، هم خیلی به طرف قبله روش رو گردانیده به طرف راست خوابانیده راست میگذاریم. ملائکه میاند و این مرده را میشنونند و به او میگویند ما كنت تقول في هذا الرجل. تو در حق انمی مرد محمد صلی الله علیه و سلم چی میگفتی؟ در دنیا در حق محمد صلی الله علیه و سلم چی میگفتی؟ رسول الله محمد رسول الله پیروی میکردی یا نمیکردی؟ فیقول مؤمن موحد باشه چی میگه؟ اشهد انه عبد الله و رسوله. شهادت میتم که این بنده الله و رسول الله بود. فیقال انظر الى مقعدك في النار. پس تو نظر کن جایگاهت رو از آتش جهنم. این جای تو بود در جهنم اگر ایمان به رسول الله نمی آوردی، اما به سبب ایمان آوردن الله این جای تو که جهنم بود تبدیل داد به جنت. این جای جنت است. و بعد از این پیامبر میگن که فیراهما جمیعا و اما الكافر او المنافق فیقول. هم کافر هم منافق هم میبیند، اما کافر منافق به وقتی که سوال میشود که در حق محمد چی میگفتی، میگفت است که لا ادری، نمیدونم. كنت اقول ما يقول الناس. من میگفتم در حق محمد همون چیزی که مردم میگفتند. فيقال لا داريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه. تو نجات نیافتی میگن و بعد از این میزنند. فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين. بعد از ضربه زدن اینقدر سخت داد و فغان میکند که همه میشنود بجز انسان ها و جن ها. حدیثی چی است؟ صحیح است. امام بخاری و مسلم روایت میکنند، از ترمذی هم آمده است. از همین جهت ببینید در بعضی حالات حیوان ها به مانند اسب پیشاب کرده نمیتواند.
پیشاب کرده نمیتواند و شکمش ورم میکند. صاحب های اسب چیکار میکنند میدونید؟ در قدیم هم در امروز هم به نزد قبر میبرند، به همون قبرستان نزدش میبرند و آهسته همون اسب دور میزنونند در گرد قبر. در گرد قبر نه، در گرد قبرستان در یگون پهلویش میایستد، اسب بسته میمونند همونجا. اسب که چندین وقت پیشاب نکرده بود پیشاب میکند. به خاطر چی؟ به خاطر ترس. برای آنکه انسان ها و جن ها صدا و آواز دهشت قبر رو نمیفهمند، اما حیوان ها میفهمند. از همین جهت اگر حیوان پیشاب نکند به نزد قبر برید، از ترس پیشاب میکند. یا که حیوان ها عادتا در نزد قبر بوده، حیوان ها اینقدر فربه نمی شود و همچنین چیزها وجود دارد. اما خود منکر و نکیر ملائکه در حدیث ابو هریره در نزد امام ترمذی آمده است، در حدیث ابو درداء هم در نزد ابن ابی شیبه آمده است، در حدیث برای ابن در نزد امام جریر طبری آمده است در کتاب تحذیر الاصحاب و غیرشون ثابت میکنند و جماعت سلف صالح ثابت میکنند که منکر و نکیر حق است و این منکر و نکیر دو نام ملائکه است. به مانند ابن عباس، عبدالله ابن عمر و عبید ابن عمیر و غیره ثابت میکنند. بارک الله فیکم. انا این بود مسئله عذاب قبر که با همین این مسئله پایان یافت. حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.